نشریه لانست در سال 2004 در مورد پاستور نوشت او جهان و همکاران محقق خود را درباره تحقیقات صورت گرفته برای دو مورد از آزمایش‌های مشهور خود گمراه کرد. پاستور در راستای نفرت شدید خود از میکروب‌ها به این معادله مضحک رسید که بافت سالم یعنی بافتی که استریل و عاری از میکروب باشد. او با تمام وجود اعتقاد داشت در یک بدن سالم نمیتوان باکتری یافت و میکروب هایی که از طریق ذرات گرد و غبار معلق در هوا منتقل میشوند مسئول همه بیماری های محتمل هستند. پاول دکروف باکتری شناس در کتاب خود با عنوان شکارچیان ویروس می نویسد پاستور در 45 سال از عمر خود داشت برای خودش شهرتی دست و پا می کرد و امیدهای خود را در بوق و کرنا می کرد تا همه جهان بشنود. پاستور میگوید بشر باید به این توان برسد که همه بیماری هایی را که از طریق انگل ها منتقل می شوند از روی زمین محو کند. نقایص موجود در آزمایش های پاستور مدت ها قبل در نیمه اول قرن 20 و از طریق آزمایش های مشخص شدند که در آنها حیوانات را کاملا دور از میکروب نگهداری می کردند. در این آزمایش ها حیوانات به روش سزارین متولد و سپس در قفس‌های عاری از میکروب نگهداری می‌شدند، در حالی که آب و غذای استریل به آنها خورانده می‌شد. پس از چند روز همه این حیوانات تلف شدند. اینجا بود که معلوم شد آلودگی به باکتری‌های برونزا کاملا برای حیات آنها لازم است. محققان دریافتند که موش‌های عاری از میکروب در شرایط طبیعی نمی‌توانند زنده بمانند و تولید مثل کنند و در این حال سالم نیز بمانند. محققین نمی‌توانند شرایط طبیعی را حتی به صورت تقریبی در آزمایشگاه تولید کنند. جدا از این مسائل اصلاً معلوم نیست این حیوانات عاری از میکروب واقعاً به صورت کامل عاری از میکروب باشند. پرواضح است که میکروب‌های همه بافت‌ها یا تک تک سلول‌ها را نمی‌شود شناسایی کرد. کسی نمی‌تواند اطمینان پیدا کند که این حیوانات عاری از میکروب هستند. خصوصا اگر به یاد داشته باشیم که میکروب های مانند چلامیدیا، تراکوماتیس چنان میتوانند در عمق سلول ها مخفی شوند که حتی پس از درمان با پنیسیلین نیز زنده بمانند. به داستان لویی پاستور حقه باز برگردیم که به عمد حتی در آزمایش های مربوط به واکسیناسیون های خود نیز دروغ گفت. این آزمایش ها همانهایی بودند که او را به یکی از بزرگان عرصه تحقیق بدل کردند. پاستور در سال 1881 ابراز کرده بود که موفق شده گوسفندان را در برابر سیاه زخم واکسینه کند. با این حال اما نه تنها کسی نمی‌داند که تست های زمین باز پاستور در بیرون از دروازه های پاریس چگونه انجام شدند، بلکه این فرد که بعداً با عنوان قهرمان ملی یک ملت بزرگ از او یاد می شود در واقع مخفیانه ترکیب واکسن را از همکارش ژان ژوزف توسین سرقت کرده بود. پاستور قبلا با حملات لفظی در ملأ عام زحمات علمی توسین را زیر سوال برده بود. آزمایش‌های بظاهر موفق پاستور درباره واکسیناسیون خرگوش‌ها در سال 1885 چطور؟ در این مورد نیز مدتی طول نکشید که جامعه علمی به این نتیجه رسید که این آزمایش‌ها به هیچ وجه استانداردهای علمی را رعایت نکرده‌اند. مخفی کاری شدید لویی پاستور باعث شد تا چندین دهه درباره این آزمایش‌ها بحثی صورت نگیرد. او در زمان حیات خود نیز به هیچ کس حتی نزدیکترین همکارانش نیز اجازه نمیداد تا یادداشت‌هایش را بررسی کنند. پاستور حقه‌باز به خانواده‌اش نیز گفته بود که حتی پس از مرگ او نیز این یادداشت‌ها را نباید به دست کسی دیگری بدهند. اواخر قرن 20 بود که جرالد جیسون مورخ پزشکی دانشگاه پرینستون به عنوان اولین نفر اجازه یافت با دقت زیاد یادداشت‌های پاستور را بررسی کند. او این تقلب بزرگ را در سال 1995 افشا کرد. تحقیق صورت گرفته توسط چند دانشمند که در سال 2005 در یکی از شماره‌های مجله نیچر چاپ شد نشان می‌دهد که 1/3 محققین اذعان کردند که ابایی از رفتارهای تقلب‌آمیز ندارند و هر داده‌ای که مؤید اهدافشان نباشد را به راحتی کنار می‌گذارند. امروزه یک حلقه مهم علم گم شده است.
و از همین رو محققین اندکی وجود دارند که خودشان را به زحمت انداخته و به راستی آزمایی داده‌ها و نتایج کاری دیگر همکارانشان بپردازند. چنین ارزیابی هایی که ناظر به کیفیت باشند هدر دادن هزینه و زمان تلقی می شوند و به همین دلیل تامین مالی نمی شوند. به جای آن پژوهشگران پزشکی شدیداً به دنبال کشف پرمنفعت بعدی هستند. این فضا چنان بر بسیاری از آزمایش‌های امروزی سایه افکنده که باعث شده به هیچ وجه قابل بازسازی و راستی آزمایی دقیق نباشند. همین باعث می شود محققین به راحتی و بدون ترس از پیامدی خاص از خود بپرسند چرا نباید تقلب کنیم. دیگر دانشمند برجسته پزشکی مدرن یعنی رابرت کوخ آلمانی نیز یک شیاد حرفه‌ای بود. این شکارچی ویروس در دهمین کنگره بین المللی پزشکی که در سال 1890 در برلین برگزار شد با خود بزرگبینی تمام ادعا کرده بود که محصولی جادویی علیه بیماری سل درست کرده. کوخ در هفته نامه پزشکی آلمان حتی ادعا کرد آزمایش‌هایش روی خوک‌های آزمایشگاهی اثبات می‌کند که می‌توان بدون آسیب زدن به بدن از طریق دیگری این بیماری را به صورت کامل متوقف کرد. خبر ساخت این داروی به ظاهر معجزه‌آسا که توبرکولین نام گرفت چنان در جهان پیچید که در شهر کوخ یعنی برلین درمانگاه‌ها مثل قارچ رویدند و در همه جا ساخته شدند. بیماران از سراسر جهان عازم برلین پایتخت آلمان می شدند که اینک به شهری مقدس بدل شده بود. اما چندان طولی نکشید که معلوم شد این دارو یک شکست فاجعه بار بوده است. از درمانهای دراز مدت خبری نبود و نشکش‌ها مدام از طبقات این درمانگاه‌ها بالا و پایین می‌رفتند. کوخ هم مانند پاستور محتوای ماده دارویی ادعای خود را در ابتدا شدیداً از همه پنهان کرده بود، اما با افزایش میزان مرگ و میر بیماران بررسی دقیق این دارو نشان داد که توبرکولین چیزی جز یک کشت باسیل کشته شده بر اثر گرما نیست. حتی در خوشبینانه ترین حالت نیز هیچ کس نمیتوانست تصور کند که این دارو وضعیت بیماران مبتلا به بیماری شدید سل را بهتر کرده باشد. نهایتاً منتقدین کوخ از جمله یک مقام مسئول دیگر در پزشکی آن روز یعنی رودلف ویچروف موفق شدند اثبات کنند که توبرکولین نمیتواند سل را مهار کند. انتقادات جدی که به این دارو وارد بود گفته میشد که این دارو پیشرفت بیماران را در افراد مبتلا تسریع کرده است. مقامات مسئول کوخ را مسئول این آزمایش ها می دانستند. حتی در خوشبینانه ترین حالت نیز هیچ کس نمی توانست تصور کند که این دارو وضعیت بیماران مبتلا به بیماری سل را بهتر کرده باشد. همه افراد چه آن دسته از بیماران که به صورت آزمایشی با این دارو تحت درمان قرار گرفتند و چه کسانی که بعداً این دارو را به عنوان یک درمان نهایی به کار گرفتند واکنش‌های معکوس بدی از خود نشان دادند: لرز، تب بالا یا حتی مرگ. نهایتاً منتقدین کوخ از جمله یک مقام مسئول دیگر در پزشکی آن روز یعنی رودلف ویچروف موفق شدند اثبات کنند که توبرکولین نمیتواند سل را مهار کند. انتقادات جدی به این دارو وارد بود. پروفسور کوخ حساب کرده بود که اگر در روز 500 عدد داروی توبرکولین تولید کند طی یک سال 4.5 میلیون مارک درآمد خواهد داشت. او با تکیه بر صحت محاسبه خود به این نتیجه رسید از هر 1 میلیون نفر میتوان بین 6 تا 8 هزار مبتلا به سل را یافت. پس در کشوری 30 میلیونی حداقل 180 هزار مبتلا به سل وجود دارد. اواخر قرن 19 میلادی پاستور و کوخ علیرغم تقلب‌هایی که انجام داده بودند و افراد مشهوری در جامعه تبدیل شدند. این فضا چنان قوی بود که حتی دارویی مانند توبرکولین که چنان فاجعه مرگباری را به وجود آورده بود نیز در آن دوره بسیار سودآوری داشت.